جهت حمایت از برنامه ما چینل را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را فشار دهید تا ویدیوهای جدیدمان را بیننده باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدین هموطنان گرامی به یکی دیگر از برنامه‌های آموزشی ما. هموطنان گرامی، اگر شما هم می‌خواهید که بک‌گراندتان را به این شکلی که در تصویر می‌بینید بسازین، پس ما را تا آخر بیننده باشین. ما براتون میگم که شما چگونه میتونید این گونه در پشتتان بک‌گراند اضافه بکنین به بسیار سادگی و آسانی. به خاطر این کار شما باید چه کار بکنین؟ اولا اگر جایتان هر قدر که خراب است، باید شما یک بک‌گراند را در پشت سرتان بندازین به شکلی که مثلا یا سبز باشه، هر رنگی که باشه شما میتونید بک‌گراندتان رو دور بکنین و همچنان در پس زمینه و یا بک‌گراندتان هر عکس و یا ویدیو اضافه بکنین به شکل بک‌گراند پشت سرتان یک رنگ باشه، یا سبز باشه، سرخ باشه، هر قسمی که می باشه رنگارنگ نباشه. یعنی شما تیکه و یا بک‌گراندی که در پشت سرتان اضافه کردین نباید با لباستان همخوانی داشته باشه، متفاوت باشه، کاملا متفاوت باشه. قسمی که میگیم زمین آسمان فرق داشته باشه به همان گونه باشه. بک‌گراند اگر سبز استفاده میکنین، لباستان یک قسم دیگه یا آبی و یا همچنان به هر رنگی که میپوشین منتها با بک‌گراندتان یکسان و یا همچنان همرنگ نباشه. یعنی اگر میخواین که بک‌گراندتان کاملا به شکلی که در ویدیو میبینین دور شوه و یا همچنان بک‌گراندتان اضافه بکنین، پس نباید لباستان همرنگ با بک‌گراندتان باشه. و بک‌گراند که قبلا گفتم شما میتونین هر رنگی که در خانه در نزدتان تکه زیاد و یا همچنان کلان است در پشتتان در بک‌گراندتان بگیرین و بعد بک‌گراندتان رو دور بکنین به شکلی که یک رنگ باشه، یک رنگه باشه، مشکلی نیست. فقط تنها میتونیم که از سبز استفاده بکنیم و بک‌گراند خود دور بکنیم. هر رنگی که باشه شما میتونید که بک‌گراند خود دور بکنین، فقط یک رنگ باشه. بک‌گراندی که و یا همچنان تیکه که در پشت سر استفاده میکنین فقط از یک رنگ استفاده شده باشه. به خاطر از اینکه بک‌گراندتان و یا همچنان پس زمینه تان دور بکنین، شما ضرورت به یک اپلیکیشن دارین. نام اپلیکیشن است کوین ماستر. کوین ماستر را میتونین از پلی استور در موبایلتان نصب بکنین و همچنان اگر درباره کوین ماستر به شکل مکمل نمیدونین، باز هم در پایان ویدیو کامنت بگذارین. ما براتون ویدیو میسازم که چگونه میتونیم از کوین ماستر استفاده بکنیم. البته برنامه کوین ماستر ویژگی ها و یا همچنان فیچرهای بسیاری داره که اگر شما نمیدونین پس شما میتونین که کامنت بگذارین. ما براتون برنامه میسازم. فعلا میریم برنامه کوین ماستر ما رو باز میکنیم و به شما نشان میدم که شما چگونه میتونین پس زمینه و یا همچنان بک‌گراندتون دور بکنین. زمانی که هموطنان گرامی برنامه کوین ماستر را در موبایلتان باز کردین، این گونه صفحه و یا همچنان اینترفیس میبینین. بالای علامه مثبت که در مابین است کلیک بکنین، قسمی که میبینین. بعد اگر شما میخواین که ویدیو برای یوتیوب تان درست بکنین باید 16 و 9 را انتخاب بکنین و همچنان اگر میخواین برای ویدیوهای تیک تاک تان استفاده بکنین، ویدیو درست بکنین، بعد شما باید 9 و 16 را استفاده بکنین. فعلا ما به خاطر ویدیو یوتیوب استفاده میکنیم و یا همچنان به خاطر یوتیوب برنامه میسازیم، پس 16 و 9 درست است انتخاب میکنیم. زمانی که انتخاب کردین این گونه صفحه براتون میایه و یا همچنان شما میتونید این گونه صفحه را ببینین. در قسمت نخست شما نمیتونین که از لیر استفاده بکنین. قسمی که میبینین من هر قدر اگر بالای لیر فشار بدم من نمیتونم که از لیر استفاده بکنم. زمان شما میتونین از لیر استفاده بکنین که براتون بک‌گراند و یا همچنان از میدیا براتون چیزی را علاوه و یا همچنان اضافه بکنین. مثلا شما یک برنامه و یا همچنان یک ویدیو را ریکورد کردین، ضبط کردین در موبایلتان که بک‌گراندش سبز است و یا همچنان هر رنگ دیگه که است، میخواین که او بک‌گراند دور بکنین و بک‌گراند جدید و یا همچنان تازه نصب بکنین. شما باید چه کاری بکنین؟ اولا بک‌گراندی که در موبایلتان نصب کردین و یا همچنان بک‌گراندی که در موبایلتان است شما باید او را انتخاب بکنین. قسم بالای اولا فعلا بالای میدیا کلیک بکنین. زمانی که بالای میدیا کلیک کردین این صفحه را مشاهده میکنین، یعنی تمام گالری تان براتون به اینجا نمایش میده. شما از این طریق میتونین که عکسی که در موبایلتان نصب کردین و همچنان میخواین که به حیث پس زمینه ی ویدیوتان قرار بدین انتخاب بکنین و همچنان استفاده بکنین. قسمی که ما میرم یک عکس از قبل دانلود کردیم، میخوایم که این عکس در پس زمینه قرار بدم. پس زمانی که میخوایم که اگر عکس در اینجا بگنجانین فقط فولدرتان باز بکنین و بعد بالای هر کدام عکسی که است بالایش فقط یک تپ و یا همچنان یک کلیک بکنین. قسمی که میبینین در پایین علاوه میشه براتون.
بعد هموطنان گرامی قسمی که میبینیم بر بار اول اگر بک‌گراندتان اضافه بکنین به این شکل براتون میاد. قسمی که میبینیم بان براتون پلی بکنم میبینین زوم است، یک بار زوم اوت و همچنان زوم این میشه. شما باید را به یک حالت قرار بدین. اگر این گونه میپسندین خوب، اگر نمیخواین باید بک‌گراند استاده باشه. بالای لیر کلیک بکنین و یا همچنان بالای یک ستان کلیک بکنین. قسمی که میبینین زمانی که بالای هر چیزی که کلیک کردین رنگ زرد به خود میگیره، قسمی که در تصویر مشاهده میکنین. بعد بالای آپشن کراپ کلیک بکنین. قسمی که میبینین بالای آپشن کلیک بکنین و بالای علامه مساوی کلیک بکنین. بالای زمانی که بالای علامه مساوی کلیک کردین، فعلا شما باید عکستان برابر به سایز لیرتان بکنین. قسمی که میبینین باید تمام بک‌گراندتان بپوشانه. با دو انگشتتان بر روی عکس کلیک بکنین، با یک انگشت نمیتونین. با دو انگشتتان میتونین بزرگ و همچنان عکستان کوچک بکنین. قسمی که میبینین فعلا ما میخوایم بزرگ بکنم تا این همه صفحه را بپوشانه. شما هم میتونین که استفاده بکنین. زمانی که دیدین که درست شد، بعد بالای علامه و یا همچنان تک مارک کلیک بکنین در قسمت بالایی. نه تنها شما میتونین در یک ویدیویتان یک بک‌گراند علاوه بکنین، بلکه میتونین بک‌گراند های مختلف، حتی میتونین ویدیو علاوه. فقط میخوایم یک براتون نشان میدیم چون نمیخوایم که برنامه طولانی شود. اگر خواستین که عکس های مختلف و یا همچنان ویدیو علاوه بکنین، باز هم بالای میدیا کلیک بکنین. از اینجا هر گونه عکس و یا همچنان ویدیویی که انتخاب میکنین میتونین استفاده بکنین. فعلا هم یک عکس بس است. با طور نمایشی من براتون نشان بدم که شما چگونه میتونین درست بکنین. بعد اگر میخواین که مدت زمانش طولانی باشه، باز هم بالای عکستان کلیک بکنین و بالای علامه زرد یا رنگ زرد کلیک بکنین. قسمی که میبینین همراه با ناخونتان کش بکنین تا هر زمان یا هر قدر وقتی که میخواین میتونین ادامه بدین. 1 دقیقه، 2 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 20 دقیقه، 1 ساعت، حتی میتونین که تا 2 ساعت میتونین ویدیویتان طولانی بسازین. قسمی که در تصویر میبینین. بعد فعلا چگونه ما میتونیم ویدیویی که خود ما ریکورد کردیم، ضبط کردیم، بیاریم در این قسمت بگنجانیم. باز فعلا شما میتونین از لیر استفاده بکنین. بالای لیر کلیک بکنین و همچنان بالای میدیا کلیک بکنین. باز هم صفحه گالری تان باز میشه. از قسمت شما میتونین در کدام فولدر تان ویدیویتان است انتخاب بکنین. قسمی که میبینین این ویدیوی ماست، ما میخوایم که ایره درست بکنم. قسمی که هموطنان گرامی دیدین، اگر شما بک‌گراندتان سبز باشه خوب بیخی خوب. اگر بک‌گراند سبز و همچنان تیکه سبز ندارین، میتونین که رنگ‌های مختلف استفاده بکنین به شرطی که یک رنگ باشه، یعنی تمامش یک رنگ باشه. قسمی که میبینین بک‌گراند سبز است اما یک رنگ است. بک‌گراندتان با لباستان نباید همخوانی بکنه. زمانی که اگر بالای ویدیویتان کلیک کردین، این گونه به شکل اتومات صفحه براتون در قسمت براتون باز میشه. بعد بالای کمی پایین بیاین، بالای کروماکی کلیک بکنین. این در هر کاین مستر موجود می باشه. شما میتونین که استفاده بکنین از این کروماکی. بالایش کلیک کردین، زمانی که در قسمت انیبل ببین، زمانی که انیبل کردین در پایان ببینین کی کلر. قسمی که میبینین رنگ سبز انتخاب شده. اگر بک‌گراندتان بغیر از رنگ سبز است، شما بالای کی کلر کلیک بکنین و هر رنگ از این که در بک‌گراندتان موجود است از اینجا انتخاب بکنین. فعلا بک‌گراند ما سبز است، سبز انتخاب شده. و بعد زمانی که انیبل گفتین بالای شو ماسک در قسمت پایین، قسمی که میبینین بالای ای کلیک بکنین، شو ماسک. بالایی که زمانی کلیک کردین در قسم تنظیم بکنین، قسمی که در تصویر میبینین سفید و بک‌گراند کاملا باید سیاه شود. از اینجا شما میتونید انتخاب بکنید. قسمی که گفتم خودتان باید کاملا سفید شوین. قسمی که میبینین باید کاملا سفید شود و همچنان بک‌گراندتان در پشت سرتان است کاملا باید به سیاه تبدیل شود. از اینجا شما میتونید تنظیم بکنین. فعلا میبینیم که چگونه شده، یا بک‌گراند دور شد یا نه خیر. قسمی که میبینین بک‌گراند دور شده اما درست دور نشده. باز هم کمی ستینگ میکنیم، باز هم بالای کروماکی کلیک میکنیم، باز هم بالای کلیک میکنیم. گفتم خودتان سفید باشین، بک‌گراندتان باید سیاه جور شود. غیر آن نمیشه که بک‌گراندتان ریموو بکنین به صورت درست و حرفه‌ایش. باز هم ما تنظیم میکنیم، ببینیم که چی میشه.
قسمی که دیدین فعلا درست شد. همین گونه شما میتونین تا زمانی که بک‌گراندتان کاملا دور نشده شما میتونین که از این ستینگ استفاده بکنین. بعد بالایش کلیک بکنین، باز هم بالای ویدیویتون در هر قسمت اگر میخواین که بگذارین میتونین گذاشته. قسمی که میبینین هم میتونین در این بغل میتونین بگذارین و یا همچون از این گونه میتونین سایزش هم بزرگ بکنین هم کوچک بکنین. قسمی که میبینین هر قدر سایزی که میخواین سایزش جور بکنین و بعد در هر قسمتی از بک‌گراندتان که میخواین بگذارین میتونین گذاشته. و اگر میخواین که دوپلیکیت بکنین باز هم بالای 3 نقطه در قسمت که است بالای کلیک بکنین، بالای دوپلیکیت کلیک بکنین، عکستان و یا ویدیویتان دوپلیکیت میشه. باز هم بالای یکش کلیک بکنین، بالای هر کدامش که کلیک کنین مهم نیست، بالای یکش کلیک کنین فقط به این طرف بیارین. قسمی که میبینین باز هم در این قسمت میخواین خرد بگذارین کلان بگذارین میتونین استفاده کردن. هر گونه ویدیوهایتان که است میتونین بگنجونین، 5 دانه 6 دانه خود جور بکنین هر قدر که میخواین، فقط دوپلیکیت کرده برین. قسمی که میبینین بک‌گراند ما کاملا آماده شد و یا باز هم براتون پلی میکنم ببینین که چگونه معلوم میشه. بک‌گراند ما با بسیار سادگی و همچنان به طریقه حرفه‌ای دور شده و ما تانستیم که بک‌گراند دیگر را در اینجا انتقال بدیم و یا همچنان در پشت سری بگذاریم. به همین شکل شما هم میتونین بک‌گراند ویدیویتان دور بکنین. در هر جایی که ویدیویتان ضبط کرده است اگر جای خراب است باز هم فقط یک بک‌گراند یک تیکه را در پشتان اضافه بکنین و بعد در ادیت کردن دورش بکنین. زمانی که ویدیویتان کاملا تکمیل شد و میخواین که اکسپورت بکنین و یا همچنان زمانی که میخواین سیو بکنین باید چی کار را انجام بدین. بعد در این قسمت بیاین بالای علامه شیر کلیک بکنین، قسمی که در اسکرین صفحه میبینین بالای کلیک بکنین. در اینجا ای را انتخاب بکنین فول HD یعنی 1080p و همچنان در قسمتش C و یا امو درجه آخرش انتخاب بکنین و در قسمتش Mbps فقط 10 بگذارین، 10.1 و یا همچنان 2. اگر شما تا آخر قرار بتین اینترنت تان زیاد مصرف میکنه و همچنان جای در موبایلتان اضافه میگیره و زمانی که اگر بخواین ویدیویتان در یوتیوب اپلود بکنین زیاد اینترنت تان میخوره. بنابراین باید ایره تا 2.1 و یا همچنان 2.2 بگذارین. قسمی که میبینین زمانی که این همه تنظیمات انجام دادین بعد بالای اکسپورت کلیک بکنین. زمانی که بالای اکسپورت کلیک کردین ویدیویتان در گالریتون ذخیره میشه و یا همچنان سیو میشه. هموطنان گرامی این هم بود از برنامه امروزی ما که شما چگونه میتونین بک‌گراندتان و یا همچنان پس زمینه‌تان دور بکنین. هر گونه مشکلی که داشتین میتونین در قسمت پایانی ویدیو کامنت بگذارین، ما براتون ویدیو درست میکنم و یا همچنان براتون آموزش خواهم داد. تا برنامه بعد خدا